بچه‌ها که میان متوسط 1 و 2 خب نوجوان میشن، مسائل بیشتر، طبیعتا این معلمه باید یا تعدادش بیشتر بشه یا معلم قوی تری بشه. کی؟ همون کسی که اون مرکز وایساده و در کمال تعجب این شخص حذف میشه، تبدیل میشن به معلم‌های مختلف که هیچ ربطی هم به هم ندارن. بله تو بعد درسی نیازه که معلم‌ها تخصصی بشن. اون خود این دانش آموز رو کی میبینه؟ چطوری میبینیمش؟ اون نقشه‌ای که ترسیم میکنه دانش آموز چرا فقط نمرات درسیش هست؟ بقیه‌اش کو؟ تو چه وضعیتیه؟ حال روحیش چجوریه؟ وضعیت نشاطش چطوره؟ خب اینا کجا بررسی میشه؟ اینجا اون جاییه که ضرورت وجود، حالا به تعبیر ما، مسئول پایه است که میاد مدیریت میکنه، تو مرکز وای میسته و همه اینها رو به هم متصل میکنه. در واقع مسئول پایه ترکیبی از یک مدیر، مشاور و یک دوست صمیمی هستش که پا به پای دانش آموز در طی این طریق میاد و این رو لحاظ میکنه که یک دانش آموز علاوه بر رشد تحصیلی که باید داشته باشه که این هم خیلی مهمه، باید به یک رشد شخصیتی همه جانبه برسه تا بتونن یک ورود موفق رو به جامعه داشته باشن.